سلام دوستان عزیز. ما توی نرم افزار پاورمیل این قابلیت رو داریم که یه دونه فایل رو بگیریم دوقلو کنیم یا سه تایش کنیم، چهار تایش کنیم و توی دستگاه CNC ببندیم و CNCش کنیم. همینجوری که ما دو نفر رو میبینید، یک نفر هستیم در حقیقت ولی دو تایی شدیم. همین کار رو میتونید تو نرم افزار پاورمیل خیلی راحت انجام بدیم. حالا این چه کاربردی داره برای ما؟ وقتی ما یه دونه فایل 10 سانتی یا 80 سانتی یا هر چند سانتی که باشه قرار باشه روی دستگاه ببندیم، باید 4 سانت 2 سانت از این طرف 2 سانت از این بر اضافه بگیریم. برای چه این کار رو انجام میدیم؟ برای که این تیغ ما یا مته دستگاه روی چنگ یا مرغک نخوره و تیغ ما نشکنه یا دستگاه صدمه نبینه. به خاطر همین ما 2 سانت از این طرف 2 سانت از این طرف کار اضافه میگیریم. ولی اگر قرار